آتش‌سوزی عجیب و غیر قابل باور خانه نغمه در کشور امریکا. نغمه و جراحت بزرگش. نغمه خانه‌اش را در امریکا از دست داد. افشای حقایق و رازهای پشت پرده زندگی خانم نغمه در کشور امریکا. آیا به واقعیت نغمه در شفاخانه بستری است و دلیل دوری نغمه از هنر موسیقی چی بوده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک شما دوزاران نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچه بیشتر از کانال دنیا اینفو علامت سابسکرایب را فشار دهید تا بیننده ویدیوهای جذاب و دیدنی کانال دنیا اینفو باشید. نغمه هنرمند مشهور، یکی از چهره‌های شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان است. علاقه‌مندان و دوستداران خاص خودش را دارد. بانو نغمه با استعداد و تلاش فراوانی که داشته است در میان مردم افغانستان دوستداران و طرفداران خاصی دارد. بانو نغمه در سن 18 سالگی ازدواج کرد و در سال 2008 از شوهرش جدا شد. نغمه بار دیگر ازدواج کرد. ازدواج دومش در کشور امریکا بوده است و نغمه از همسر دومش هم جدا شد. دلیل این که نغمه چرا از همسر دومش جدا شده است تاکنون معلوم نیست، اما نغمه در کشور امریکا زندگی خوش و آرامی دارد. نغمه با دخترانش زندگی می کند و یک دختر نغمه همسر شفیق مرید بوده است. تصاویر این هنرمند در صفحات مجازی نشر می شود که نغمه در کشور امریکا خانه‌اش در آتش سوزی کاملا عریق شده است و به همین دلیل نغمه در حالت بد صحی است و در شفاخانه بزرگ در امریکا بستری است. اما تاکنون جزئیات بیشتری این ماجرا در دست نیست، اما من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای بانو نغمه با جمعی از هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوستداران و همراهان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان نغمه به اشتراک بگذارید. اگر عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچه بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درود دیگر، بدرود.